دوستا وطندارای نازنین سلام برسه. انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشین و باز هم خوش آمدین به برنامه ما. روزای ماه مبارک رمضان است دیگه، خیلی روزایی که میگن خوشایند است. انشالله که روزای پربرکت خوش خندان از روزا را سپری کنین دیگه. دوستا خیلی عوام خیلی خوب شده، حالا به خاطر از اینکه ساوند ما خراب نشه مشوش را بالا کردیم، مگر خیلی یک هوای خوشایند است. آب هوای بهار است دیگه. دوستا امروز خواستیم که بریم طرف بازار. شریف جان زنگ زده بود گفت که لباسای خیلی مقبول به خاطر عید آوردیم. باز اسنا گفت خیلی بریم به خاطر که تا عید خلاص نشه، به خاطر که هر لباسی که در دکانش میاد لباسایی که خیلی خوبش میاد، همیشه هر لباسش خوبش است که میاد هر دیزاینیش منتها باز زودی که در بیروبارش نام خدا زیاد است خلاص میشه. از اون خاطر گفتیم خوب است خیلی پیش بریم. اصلا یک جوره دو جوره شاید کالا بگیر از اونجا، یک جوره بالا سریست که خلاص نشه. باز همونطور گفتیم خوب است یک برنامه هم داشته باشیم، ریکارد هم کنیم که باز دوستایمون زیادتر خواهان ازی هستن که مثلا برنامه بگیریم ریکارد کنیم. دکان هلال شریف به خاطر که لباسای خیلی مقبول میاره و خوششان بیاره و سفارش بدن و برشان صاف شوه دیگه. انشاءالله که بیننده باشین، اسکیپ نکنین. انشاءالله باز خدمت هستیم. دوستا سلام برسه، خدا کنه خوب باشین، صحتمند باشین، روزای رمضان به خیلی خوبی و خوشی سپری کنین همراه دوستایتان یک جای دیگه. رقمی که علی برتان گفت صبح تو موبایل علی پیشم بود، استوری شریف جان دیدم زیاد لباسای مقبول آورده بود. علی گفتم خیره بریم خیر کدام چیز خوشم آمد میگیرم که باز تا اگه خلاص شد دیگه بازم تو میمونه دلادم دیگه. خیر ببینم آوردیم میریم میبینیم که لباسای شاید خوبتر از اون که آورده باشه دیگه. بخیر بیننده باشین و اگه خوش شما آمد بخیر انشالله فرمایش بدین و استفاده کنین به عید و بخیر نوروز دیگه. هیچ سرکای کابل جان است، کسایی که پشت کابل جان دخل شدن دیگه. نام خدا یک هوای خوب شده دیگه. فکر میکنی که اول عمل است، گرچه که فکر کنم امروز دوم یا سوم یهود است. امروز هفته رمضان هم است، اگه اشتباه نکنم هفته رمضان است. منتها هوا خیلی خوب است که آدم هیچ اصلا همی تشنگی رو گشنگی خب بازم میشه تشنگی رو نمیفهمی هیچ. کم حوصله تو نه کم حوصله شده آدم دیرو شده بود. کم حوصله آدم در چی میشه؟ در این میشه که مثلا تشنک زیاد میشه. نه اونو آدم تشنه شی باز کم حوصله زیاد میشی دیگه. وقتی که تشنه نشی و گشنه نشی باز خوب است. امروز فکر کنم نه تشنه شدی نه گشنه. تقریبا ساعت 3 و 10 دقیقه است. تشنه خو نشدیم من تا گشنه شدیم دیگه. گشنگی خب قدرم چی میگنش یک گشنه و تشنه آدم نشه بازم لذت نمیفهمن. ما یگان دفعه میگفتم اگه رمضان بیایه از گشنگی که شاید تشنه زیادتر شه، به خاطر که همیشه وقت در خانه که می بودیم روز 2 ترموز یا 3 ترموز چای مدام میکنم به خاطر که میخورد. من خودم قدوستا که چای خوب نیستم، از طرف علی دیدیم که چای خرابام کم روزا سر چای خوردن آمدیم. باز خوب است که لیا باشه مزه هم چای خوبتر میکنه. چای خوب است، چای که از تشنگی رو باز میشون از طرف هم میکنه. یکی به خاطر دکترم گفته چای ساعت بخور که خوب است دیگه. که زیاد بخوری فایده داره. بخیر دیگه ما هم طرف دکان روند هستیم دیگه. دوستا تا که میرسیم شما یک چند تصویر از این کوچه مقبول کابل جان بیننده باشین و بعض دوستای ما رو میبینین که دیگه خلطا دستشان طرف خانه میرین به خاطر افطاری بعض چیزا آماده شاید بکنن دیگه. این طرف ساعت 3-4 بجه شه خوش آدم میانی که کلا گیره ببینی یا چکنی یا ترشی یا چهار نان یا یگان چیزایی که خوش دارن میگیرن و میرن به خیر طرف خانه دیگه. خیلی دوستا بیننده باشن باز انشالله. دوستا خوش آمدید به ادامه برنامه ما. قسمی که براتون در نانز گفتیم دیگه به خاطری که سری دیگه گفتم میشه نام خدا این رمضان امروز روز هفتمش است. به خاطر که شریف جان در استوری واتساپ علی جان میدیدم زیاد پنجابی مقبول آورده بودی، به اون خاطر علی رو مشایله گرفتم خیلی بریم که باز خلاص نشه و بیکالا نمونه دیگه. خوش آمدید خودتون به برنامه ما. خوش آمدید و یک سلام به کسی که از کانال یوتیوبتون ما را بیننده هستند. زنده باشید. پنجابی زیاد داریم ان شاء الله که دیگه زینام هستن. پنجابی ما مکمل خامگوزی نوچلیسی است. سایز بندی داره، سایز خرد هم داره، سایز کلان هم. شلوارش خوب آزاد و راحت است و همچنان نخسه نخسا
چادرش پیشتر گفتیم گاچ خوب نرم است به خاطر که بعض گاچ هست تو از سر میفته زیاد راحت نمی باشدم کتش بازی خوب است که هم راحت می باشدم هم خامک دوزیش خوبش است دیگه رنگایشون مقبول است. این شیرچه ایستی گلابی شنی؟ چند رنگ داره بودی شریف رنگ‌های جان؟ مختلف داره. خب رنگ روشن هم داره، رنگ تاریک هم هست. این موره سایز. دارن که خود نه دوش یک چیز است یک فقط چیز فقط رنگاش خامک فرق دوزی و میکنه. نجوزی است. این رنگ‌های خوب مقبول داره. ام. درونه باز خوبیش این است که سایزهای متفاوت داره. سایز یا. کلان می‌بینید که رنگاش کل رنگاش خوبش است. 5 رنگ داره. دیزاین ما. این هوا دیگه گرم شده میره و باز دیگه لباس هاییست که پوشیده میشه. زیادتر پوشیده و میشه. یکی این دیزاین ما که دیروز آوردیم زیاد خوش میکنن. پنجابی است، سایز کلان هم است، سایز خرد هم داره. این سایز خردش های کلان هم داره. زیاد خوش میکنن. اینا خاطر میبینی که مکمل آینه دوزی در خودش باز دوخته شده. این شرش نیست که گفته اینا خامک دوزی شده. آینه دوزی مورد دوزی است. پاستینایش هم به این شکل. اینا به این شکل. کمک کری باز به این شکل و همچنان شلوارش هم کار شده. و خوب آزاد و راحت شلوارش. یعنی می‌بینید که سایز بندی هم داره. پاچه‌شون باز چادرش هم گاچ نرم است که از سر نمیفته. خوب گاچ کلام. این هم رنگ بندی داره. سه چادر. این رنگ دیگه ایش است. این رنگشون مقبول است. این هم رنگ سبز. یا پسته‌ای میگن بعضیا. و این هم رنگک یشمی. این دیزاین ها که زیاد خوش میکنن. یعنی دیروز آوردیم از این زیاد خوش میکنن مشتری ها. باش که از همون خاطر گفتیم از اینکه مشتری زیاد است فروخته نشه که باید بگیره. شریف جان دیگه لباسای میاره که میشه پنجابی دیگه دیزاین ماست که 5 رنگ داره. پنجابی خدا بخش است. این خودت میبینی که نخ است. جنسیتش خیلی خوبه است. هر قدر باشه این خراب نمیشه. یعنی یخن خیلی ظریف داره و همچنین قسمت‌هاش خامک دوزی شده. یعنی به این شکل و چاکدار است. شلوارش خوب آزاد و راحت است. باز میتونن شلوار از زیر قید تا مثلا خوش ندارن پاچه‌اش هم مثلا میتونن قید بسازن و قسمت پتیاش هم میبینید که خوب آزاد است. من نمودش کرده این شلوار همین هم نمودش کرده شلوارش است و چادر هم بسیار معقول دیزاین دار داره. یعنی میبینید که چادرش هم بسیار معقول است. دوستای ما که تو پنجابی ها را دوست دارن مثلا به عید یا میخواین استفاده کنن دیگه رنگای مختلف سایزایشون مختلف هستن. سایز داره، سایز بندی داره. خب رنگای این بار خوب در پنجابی خوب رنگای معقول آمده. رنگای روشن فکر کنم طرفدار زیاد داره نسبت به رنگای بازیا بعض دیزاین‌ها که از در کل رنگ‌ها خوب شده. یعنی می‌بینید که هر رنگش کده که دیگه‌اش متفاوت‌تر است. باز چادر هم کدش سیت شده. چادر کدر کدامش متفاوت چی سیت شده چادر. خودتون ایره کردین یا همونطور؟ نه که خودش اومده. کدر رنگش مثلا سیت شده. این رنگشون من. این رنگک کریمی. یعنی گلابی. شلوار کلش یک رنگ است. فقط چادرش فرق داره. چادرش فرق میکنه. شلوار کلش یک رنگ است. چادرش هم کردیم بغل یخن و آستینا ویش است نه ست شده. خودش چی تکنده و یاد زود نمیشه کدام نارام شد. این دیزاین ما که تازه امروز آمده شما می‌بینید 4 رنگ داره. پنجابی خوبش است. پنجابی گاش میگن بعضی ارگنزا میگن. آرگندی. یعنی چادرش که بسیار اهم نرم است. این قسمت خود می‌بینید. از یا پرسلانی از چی بوده یکم نرم نمیشه. لش و سر مفتاد و شلوارش هم به این دیزاین کار شده. 4 رنگ داره. دوستا می‌بینید کلش هم تو خامک دوزی مقبول و رنگای مقبول داره. این رنگ زیاد مقبول تر از دوستا به خاطر که همیشه رنگای شیچه‌ای در لباس یک مقبولی خاص خدا داره. کسایی که مثلا دوست دارن این رنگ مرا خوی رنگش خوشم اومد خیر دیگه رنگاشو ببینید پشیمون نشیم. یعنی هر کدامش هم به رنگش چادرش خوب چادرش گفتم نرم است. خوبیش این است که چادر از یا نرم است. از سر یا نمیفته آدم راحت میتونه باشه کتش. دیگه دوستا پنجابی زیاد مقبول آمدن. تالی داشتیم ما چفن است مورد دوزی مکملی دیزاین محفلی خوبش یک رنگ داره. سایز بندی داره. یعنی میبینن که تازه امروز آمده. این دیزاین است که امروز تازه رسیده. هنوز مشتری رو نمی‌بینه. شما می‌بینید در تصویر سایز بندی داره. یک رنگ داره. این پاکستانی است که هندی هندی است یا هندی. به خاطر که در زیادتر مدلایی که در اینستاگرام میاد باشه از هندوستان و دوستان شلوار دارم رای خاص. شلوارش خوب آزاد و راحت است و همچنین چادرش دیزاین دار ده یک رنگ می باشه. سایز بندی داره. یا مقبول است. خیلی خوب شد.
مقبول است آخه محفلی سینه محفلی است مثلا بخیر به معامله خوشی باشه. دیزاین دیگه است او درازش بودی کوتاه‌تر شسته این با سه رنگ داره که یا میبینین که مکمل موردوزی بعضیا میگن که شرش است نیست کلش که تار دختر شده دزدوزی است خطا نمیخورن. دوستای ما که به خاطر مثلا ایدی با آرسای خود بخیر میخواین ایدی یا نوروزی ببرن دیگه لباسا خب رنگای مقبول است دیگه دایم میکنن آرسانام گفته میشه نه خاطر محفلایام استفاده میشه. یعنی دیگه رنگش هست که یا داره مثلا این زیرستریش هست زیرستریش هست که خودش هست. یعنی از کلا رنگه که روشنش هست مقبول است. که دیزاینو نه آمده تازه امروز آمده. دوستای ما که در صفحه اینستاگرام امروی شریف جان هستن یا صفحه تیک تاک مثلا شاید بعض لباسا را ببینن عکس ها و ویدیوهاشه. بیشتر وقت من در تیک تاک میبینم یک صفحه نمیفهم که از خودتان است یا از کس دیگه. من اصلا همین لباسایی که در دکان شریف جان میباشم به شیخ من تازه بازکل اگه آدرس یار دقیق پرسان میکنن کجاست به خاطر از می دیگه باز ان شاء الله از لباسا که خوش کردم میتونن از طریق از از طریق برنامه ما میتونن که شب بخیر انتخاب کنن. این دیزاین ما نه اومده در یک رنگ است سایز بندی داره. این دیزاینایی که محفلی که از بعد دیزاینایی که استاک است یا یک رنگ میه سایز بندی داره. گاچ است یعنی خودش گاچ است. شلوارش ببینیم به این شکل دیزاین دار است پشت روی کار شده. پاچش خوب آزاد باز خوبیش است قسمت پاتیاش کلان است. زیادتر کسا زمی مثلا شلوارش کمک بعض بعضی مشکل دارن که باشه مشکل میباشه. بازی چادرش هم چادر کلش گاچ نرم است. گاچ نرم است که این طرفش است دیزاین دار. یا هم دیگه رنگشون خوب است. دوستا رنگ فولادی این پنجگی یا یکی رنگای همین شیرچه‌ای یا نمود خاص خود داره دیگه. یا مقبول مریر خوشم اومد یا هم خوشم اومد باشه دیگه انتخاب کنیم کدامش میشه. این دیزاین ما یا مارسان هست دیگه. مارسان نه آمده دو رنگ داره. این قسمت زیری یا پاسترش است. زیر است. قسمت چپنش است سر پوشیده میشه و همچنان چادر داره. دو پیس است فقط چادر و پاستر داره. دوستا اگه ببینین بعض پنجابی هست که مثلا اینیش بعد از کار نمی باشه در خطا میخوره. این مگه می نمیبینین اگه من که دستم بزورم چی میکنم خطا نمیخوره. یا دو رنگ داره فری سایز می باشه به هر سایزی که بخوایم. سایزش خوب است که کلان است نه کلان است. سایزش کلان است بازی میتونه خرد میشه خوب میشه. خورد چاره داره چی میگن کلان چاره داره خورد چاره نداره نه. یا هم چپن دیگه چپنش است که در سر پوشیده میشه و یا هم چادرش دیزاین داره. یا مقبول است. رنگشون خوب شد. باز چند رنگ است؟ از این دو رنگ داره سایز بندی داره. فری سایز اگه بعض دوستای ما مثلا در رنگش مثلا چی داشته باشه به خودت مسیج کنه که رنگش رو تبدیل کنین یا مثلا دیگه رنگ بیارین باز میشه مشکل نیست. مشکل نداره. این دوستای رنگ زیاد مقبول است. امروز که من گلابی کار شده می دختش که چادرش خوبش میگه دیگه بخیر. کسایی که پیشتر میاد داشتم بعض کسا مثلا به میدی و نوروزی میخواین به آرس یک چیز مقبول خاص باشه که هم در روز عید بتونن استفاده کنن و هم دیزاین ما که زیاد پرفروش از دیوتا زیاد مود شده. پرتاوسی یعنی به شکل شلوارش هست و خوبی چی است که چادرش هم نرم است و یک دیزاین داره. بلدار این زیاد خوش میکنن. این رنگشون مقبول است. من پیشتر رنگ سرخ شدیدم اونجا رنگ سرخشون مقبول میگه. بعدی روز یکی از دوستای ما که خرید کردن رنگ سبزشون مقبول است. دیگه این رنگشون دوستای ما اگه میخواین که بگیرن دیگه خوبش است. این دیگه دیزاین است. جگری گاچ. این باز 6 رنگ داره. 6 رنگ داره. شلوارش هست. یا میندی است شریف جان. کلش میندی است. این هم چادرش هست. چادرای زیاد کلش دیزاین دار و همچنان نرم است که سر نمافته. دیزاین است. و یکی هم این دیزاین. رنگ سفید هم زیاد حالا مثلا مد شده در پنجابی. سفید و دیگه رنگ هم داره. این تقریبا 6 رنگ داره. فقط دیزاین شبیه می‌بینید بازش رنگش هست. این شلوارش هم کار شده خوب آزاد و راحت و همچنان چادرش هم دیزاین دار. این دیزاین ما یک رنگ داره. در گاچ هست. خال نیست. خالکای چی خامک دوزی هست. گراره این زیاد خوش میکنه. این تقریبا این درست شد رسیده. کسی کار داره. میتونم که بیارن تشریف. رنگ سفید است. یک رنگ داره سایز داره. یک چیز خاص است نه مثلا خاص است. این زیاد خوش میکنن. در جان بیام سامپل شده. باز علی جان براتون دوستا تصویر میگیرن نام خدا از بسیار مقبول است. زیاد خوش میکنن.
و چپنایی که دز فکر کنم عوام زیادتر کسا مثلا بعید یا مثلا افغانی خوش دارن و لباس افغانی هم فکر کنم فروشاتشون هم خدا خوب دیگه دیگه انشالله که دوستای ما اگه انتخاب کنن یکی در وقت رسیدنش رو پست کردن بسیار دوستای مدل نارام می باشن انشالله که در 7 روز یعنی بعضی مشتری گفتیم که در 8 روز 7 روز و در 6 روز رسیده از کلگی رسیده. این دیزاین ما دو رنگ داره، باز یخنایش متفاوت است. این قسمت یخن رنگ یخنش فرق میکنه، مثلا یا سفید و کریمی داره، یعنی دنبالش ساده است و چادر گاچ نرم داره. این دیزاین ها خیلی ساده است. این کسایی که دیگه مثلا تو پرجوش کار ندارن پنجابی مثلا خال و موریر زیاد باشه، این چیزایی هست که مثلا ساده تر و آرام تر آدم می باشه، یکی سبک است از لازم دیگه پنجابی که مثلا بیشتر دیدیم این خوب میشه با آرسا یا دیگه این کسایی که میخواین ساده تر استفاده کنن ساده است. میبینی که نرم است. شلوارش هم دیزاین دار است. همچنان چادرش هم خوب گاچ نرم هم رنگش کار شده. رنگای متفاوت داره. از هر کدامش مثلا 6 یا 5 رنگ خود داره. 4 رنگ 6 رنگ هر کدامش داره رنگ داره. علی کدامش انتخاب کردی تو؟ اما هر کدامش خودت انتخاب کردی؟ هم 4 رنگ داره. یخنش خیلی متفاوت است. کار داره مثلا گاچ باشه می خیلی ظریف و ساده. تنها یخن کار شده باشه یخنش است. ساده است. کمک مثلا شلوارش کلان باشه چیز مشکل سنگین تر باشه. دختران‌ها میاره زیاد خوش میکنن. حالا مثلا دخترام سنگین تر میپوشن. سنگین هم نیست، یعنی میخواین که ساده باشه، یعنی ظریف. حتی زیادتر کسا پر کار نداره. داره یعنی رنگ بندی داره هر کدامش. رنگ بندی. یخنشون دوستا زیاد هم ساده کار شده، هم یک چیز خوب است که قضیات پر کارم نیست. این دیزاین ما دو رنگ داره، یکی سیاه داره یکی همی رنگ، فقط یخنش کار شده بهش. دیزاینش هم رقم است. و شلوارش هم خوب آزاد و راحت. دنبالش متوسط است، نه کلام است یا خال باز به تفلکا چطور است؟ به خاطر که من برای زیاد دل نارامی دارم شریف جان بهید. این دیگه دیزاین ماست که این گفتم یخن از یا متفاوت است، دیزاین متفاوت. دیزاینش یک دیزاین است یا یخن و مو سایزش فرق میکنه. ماشاءالله لباسا خیلی مقبول است. اگه توش رو بیشتر دیگه برات زحمت نشه شریف جان. دیزاین است. 4 رنگ داره، هیچ فقط ساده و ساده است، یخن هم کار نشده. این شلوارش است. به شکل و همچنان چادرش هم نخی خامک دوزی است. 4 رنگ داره که رنگای متفاوت داره. ادی روز میاد شده خانه کلیگی میگفت که چیزی که مثلا در دکان شریف جان از کل محیب زاده رو گشتیم پیدا نکردیم از چیز. خوبی یک دکان دیگه است که مثلا مالک میاره اگه دست 4 دکان باشه فروشاتش کمتر باشه. مگه هر بار که ما دوستا میایم دکان شریف جان هر بار یک دیزاین نو یک مدل نو برام ما میاره با خود بار کنه که ما هر بار میایم حتی یک لباس تکراری در دکان نمیبینم دیگه. ان شاء الله که فروشات تمام باشه به خاطر که بیشتر دوستای ما دکان از اخلاق شریف جان یاد کردن. واقعیتم که همون یک شخص با شخصیت و مهربان همیشه مثلا کوشش تلاش میکنه که مشتریش راضی باشه دیگه. ان شاء الله مگه بعض دوستای ما خواستن از این لباسا انتخاب کنن دیگه با شماره شریف جان دستی می باشه و میتونن مستقیم به خودش بتن. یکی دیزاین ما که 2 دیزاین داره، 4 رنگ، سایزای کلان کسایی که مثلا اضافه وزن هستن بغل از این 52 میه، یعنی میبینید خوب سایز کلان داره. شلوارش هم خوب آزاد و راحت است. نخی است. نخی و یکی خوبش است که قسمت‌های پاتیا خوب آزاد است. هر قدر چاق باشه دیگه به ضمانت که باشه. چادرش هم نخی. و این سایزای خردم دارین یا نه؟ هر سایز است. یعنی ببینید که چادرش خوب کلان و نخیسته، بعضیا گاچ خوش نداره. یعنی دیگه رنگش هست. یعنی ببینید که خوب یکی ساده کسایی که مثلا شاق هستن از زیاد یعنی تقریبا یک هفتهش که آوردیم زیاد مشتری خوش میکنن. خوب رنگای مقبول داره. این دیگه دیزاینش هست یخنش فرق میکنه. هر کدامش با یگان تکای نخی از شریف جان تو پلا میشه نه یا نیست رقمه یعنی دیگه رنگش هست. رنگ بنجانیش رنگ زنگولی است. زیتونی و زنگولی دیگه خنوز زیتونی که کار شده. رنگ سبز داره دیگه رنگ و رنگ سیاه هم داره. رنگ سیاه باز بیشتر انتخاب میکنن شریف جان یا رنگ سبز یا به خاطر که زیادتر کسا میگن که رنگ سیاه خوبتر است نه؟
یا هم سرپتی پنجابی است کم سرپتی شده من پنجابی خامک دوزی دستوزی است یعنی در خانه دختر شده دستوزی کار دست است کار دست این زحمتشون زیادتر میباشنه این چادر شده به این شکل کسایی که میخوان دستوزی باشه مثلا ظریف ساده یعنی هم شلوارش است هم رنگ خودش کار شده دیگر رنگ هم داره دامه پاچه شما مثلا هم خامک دوزی که خود یخن و دامن است دیام است و چادرشون است این پنجابی هم که این هیچ وقت مود خود از دست نمیده دیگه دامنش هم داریم چاکدارش هم میگه دامن است که دامندارای کلان هستی کسایی که دامندار کلان خوش دارن یاسته و همچنان دیزاینایشون فرق میکنه یک گلش هسته این گل دیگهش گل ازیا متفاوت است هر رقمش مثلا چیش فرق میکنه؟ فرق میکنه رقمیش دیگه دیزاینی باز دامندارای خردش هستن بازی یک رنگ دارن 4 سایز خرد کلان داره به خاطر که پار سالم از این فروشاتشون هم خدا زیاد بود کلگی خوش میکرد دوستان گلای متفاوت دیزاینای متفاوت رقمش فرق میکنه این قسمت ایرا بعضیا چتنی میگن پرک از این مدل است یا بیشتر کشورها فکر کنم کمک هوا گرم است گرم است از این زیادتر انتخاب کنن یا یک رنگ داره میبینید گردامنش هست یا مقبول است چادرش بسیار مقبول گاچ نرم همچنان شلوارش یا مقبول خوش کردی؟ خوش کردن باش من دام نظر بده که صحیح تو فقط بو کدامش هست این دیگه دیزاین هست این گردامن باز تا سایز 50 داره کسایی که مثلا سایز 8 تا 6 اکسل سایز داره می‌بینید گردامن است چادرش هم دیزاین دار خوب نرم است دیزاین کار شده در خود چادر و شلوار رایش هم خوب آزاد راحت قسمت پتیاش خوب آزاد است بعضیا گفتم خوش ندارم که قید باشه یعنی دیگه دیزاین است یا باز زیادترش در یک رنگ می سایز بندی داره سایز خود مثلا از میدیم گرفته تا مثلا 4 اکسل و 5 اکسل سایز داره یا مفهوم دیگه حالا کم فکر کنم فصل بخمل تمام میشه و نخی و همی پنجابیایی که مثلا دیگه دیزاین است که یک رنگ داره یا سایزهای کلان داره نمیبینین که تا 4 اکسل 5 اکسل سایز داره این 4 اکسلش 48 است 5 اکسلش 50 میه که سایزش کلان است باز مثلا مثل زمین چی میشه بخملای کالای این شلوارش ببینید خوب آزاد و راحت است چادرش هم بسیار چادر تقریبا 2.5 متر چادر داره خوب گاچ نرم است خیلی مقبول است دیگه انشالله که من مطمئن هستم دوستای من خوششان آمده باشه اونا باز میتونن که 100% غیر از این انشالله که دیگه دیزاین زیاد داریم هست انشالله که یکی دیزاین ما که زیاد وقتا پیرانش یک رنگ است که در برنامه قبلی هم نشون داده میره زیاد خوش کرده بودن 4 رنگ دارد رنگای متفاوت یعنی قسمت یخنی که میبینی به می رنگ شلوار یاش رنگاش متفاوت است پیرانش خودش یک رنگ است فقط چادر و تنبانش رنگش فرق میکنه یعنی در برنامه قبلی نشون دادیم زیاد خوش کردن میره مشتریا از این آوردیم رنگ بندیش یک بار خلاص کردیم باز آوردیم رنگای مختلف داره این رنگشون معمول است رنگ پیازی رنگ میگن نه رنگ که هر رنگ کل رنگاشون مکمل داره زیادتر از کدام رنگ از فروش میشه این زیادتر رنگ پیازیش خوش میکنن رنگی که فیروزه‌ای چادرمانش فیروزه‌ای است یا مقبول است دیگه دوستای ما که به خاطر اید بیشترم گفتم میخواین از لباسای مقبول به خیر استفاده کنن و بگیرن شریف جان خاطرتان جمع کرد که به خیر در ظرف 7 روز یا الا 6 روز به خیر به دستم میرسه از طریق خود شریف جان بیشتر کسا مثلا لباس میگیرن ایران به میمونن که به کدام طریق مثلا برشان برسه و نارامی می داشته باشه خوبی از این شد که در دکان کال شریف جان است مثلا کل مسئولیت را خودشان میگیره به مو ضمانت بخیر مالتان پیشتن میره ما 10 روز میگم اما زیادتر مشتریان دیروز مسیج کرده بودن که در 6 روز در 5 روز میرسه ان شاء الله گفتم در افغانی هم داریم یعنی ببینیم که بسیار کش هم افتیده است رنگای متفاوت داره باز 2 پیس از چادر دارم برای خود آستیناش هم ببینید تقریبا 12 رنگ داره باز میتونیم از این طفلانیش هم آماده کنیم کلامشون مثلا مادر و دختر یگان میخواین که یک رنگ بپوشن یعنی دیگه دیزاینش هست یا نه این دیزاینش نو از دیگه نه مثل که چیه خیلی خوب کنه این چیزش خوب شد مورد یا سگو کم نفته این دیزاین دیگهش هست که زیاد خوش میکنم نفته کل از زیاد چادر دارم برای خود پیس هسته
این دیگه رنگش است. باز اگه بخواین چادرش تبدیل کنین شریف جان، به خاطر که ما اونجا دیدم زیاد چادرای مقبول هم هست به خاطر افغانی. مشکل نداره. باز اگه نخواین مثلا نمرنگ خود باشه، همرنگ مثلا خود یخن کار داشته باشه میتونین تبدیل کنین. یخن از این متفاوت است که در وقتا زیاد مد شده، ایده زیاد خوش میکنن که جارجت است یا گاچ. این یخنش متفاوت است. باز هر کدام گفتم دارم به خاطر چادر داره. باز میتونیم که مختلف گفته تبدیل مختلف چادر داریم. اون یک افغانی دیگر ما اونجا دیدم، فکر کنم از چی است که لیلی متر است. نه چی میگن چوری رقم کاست چادری. اونم خوشم اومد. پیرانش هم داریم. این پیرانش هست که دو پیس میباشه چادر تنبان. بازی چادر رو پیران است. بازی 3 پیس چادر تنبان خدا پیران. یا مقبول است. برای آستینش خوشم اومد. آستینای زیره به شکل ببینین و قسمت این یخن و آستینش دستوزی است. یعنی قسمتش ببینین که زیاد ست شدنه. از این زیاد فرمایش گرفتیم. یعنی ببینین پشتش زنجیرک هم داره، کمربند هم داره، با سایز هم داره. میتونید که به هر سایز مثلا جور کنید. اگه خیلی تکه مثلا بخوایم کلش مثلا این رقم باش استفاده کنید، باز میشه مثلا دیزاینر خودتان آلده نام خدا مثلا کلیزی به خودتان مثلا خیاطی است که استفاده این میکنید. شلوارش هست. چادرش باز میتونیم که دیزاین دارم باشه، ساده بدون دیزاین باشه. این رقم اگه برید رنگش ببینید، رنگ‌ها تقریبا 12 رنگ داره. این رنگه که آبی آبی خلاصمون داره، هر کدامش داره، مثلا رنگ‌های مختلف داره. این دیزاین کتریم و بشانه که این بار متفاوت است. یخنش همچنان تکیش بهترین تک است و دراز است. بعضی خوش‌خواشند متوسط بود، قرضی بازی دراز است. می‌بینید که یخنش مکمل تکای چی آمدنه؟ نخی. یعنی یخنش متفاوت است. هر یخن ما 6 رنگ داره. می‌بینید که خیلی جنسیت عالی داره. کامل دستوسی است. اون کسایی که در بخمل خوش داشته اینا میتونن کالا در تکه نخی هم استفاده کنن. دیگه یخنش هست که می‌بینید که نیچه دوزی و مورد قسمت همین مورد دوزی و نیچه دوزیشونه تغییر دادیم. یا فکر کنم که پرکارتر شده. پرکارتر هم است، یکی ساده و ظریف است. تو زیاد تکمه یا کار نشده. وقتی بود تکمه زیاد شده. می‌بینید که زیاد مقبول است. دوستا هر دیزاین شاید ببینین این دیزاین به این دیزاین زیاد فرق داره. باز هر کدامش مثلا رقمش به خود دختش فرق میکنه. و این دیزاین ما است. یا ببینید که پرکار است. این موری رنگ کار شده. و از این دیزاین داریم. یک چاپرک چاپش است، یکی این دیزاینش است. این دیزاین است. همچنان این از این کوتاهش نشان داریم. چادر تنبانداری این درازش هست. این چادر که خود داره. این چادر مقبول. این آستیناش هم چین شده. و خودش شده. یعنی قسمت دامنش ساده. که لیمتر است که رنگ‌های مختلف داره. رنگ گلابی، رنگی که زنگولی است، رنگ سیاه. بازی این که از زیادتری و بخاطر خوش میکنم که یکی ساده است. یخنهای مثل کوچی گند کوچی را پکستش میکنم. میخوام که در محفل ساده باشه، که سبک است، وزن نداره. با این شکل دیزاین دارم داره. باز دیزاینایش فرق میکنه، هر کدامش دیزاین خاص داره. که هر رنگ به هر دیزاین مثلا هر رنگش هست. انشالله که زیاد است. انشالله که کسی خواستن. انشالله مطمئن هستیم که دوستای ما خیلی خوششان شاید آمده باشه، به خاطر که لباسا تمامشان خیلی نو است. آخر میرم نشون میده که زیاد در اینستاگرام یا مشکل ایره که فرمایش میتن تقریبا در سایت ها 12,500 13,000 یک نفش است. من خودم پرسان کردم. وزیر ما یک بایک سیل بسیار ارزان جور کردیم که تقریبا خود میبینید که نگینداری است و همچنان 13 رنگ داره از اینکه مثلا هر رنگش بخواین، هر سایزی که بخواین ما داره. و چادرش هم میتونیم کسیب کنیم که هر چادر که بخواین. مثلا بعض کسا شاید صرف نخواین، مثلا زرد امرش استفاده کنن، آبی راستی هم بعضیا به این رنگ خود پیران، بعضیا به این رنگ بعضیا به این رنگ آخرش سیب میکنن. گفتم خوش مشتری که بر رنگ. ان شاء الله اگه دوستای ما خواستن به قیمت ارزان، به قیمت که مناسب است براتون شریف جان مثلا میگه و میتونه. کسایی که شریف جان همراهش در ارتباط هستن شاید بشناسن به اینکه بیشتر وقت زیادتر مراعات میکنه در حساب لباس، مثلا همون چیزای مقبول که میاره دیگه دلجم میتونن سفارش بدن. دیگه هست که ببینید گفتم با سایز ای هم داره، سایز داریم به هر سایزی که بخواین، از 54 تا من فکر از 36 گرفته از اسمان تا هر قدر که بخواین تا 10 کیلو هم بخواین داریم. ان شاء الله که بخیر هر کس از طریق چینل ما اومد که شریف جان انتخاب داشته باشن. ان شاء الله یک
مرات خوب می داشته باشن. من از این دوستا لباس انتخاب کردم دیگه، هم شلوارش خوشم اومده، هم دیزاینش ان شاء الله که میگیریم و بخیر از امی این من خوشم اومده. یک چیز خوب و سارام است. نفرای کشتگدار باشه دوستا بار سبک میخواد این دیگه باشه. سامورا این که خاطر انتخاب که سایز هم داره. گرفتی بخیر؟ مقبول بود. یک چیز رایت آدم میخواینید یا یکی رای جانم از بازال که یک آن دفعه بغلی بگیر دیگه لباسایی که مثلا بود خب آرستانه بود خوشم آمد تا که یک محفل یا نباشه آدم نمیتونه استفاده کنه باز تو خوب نمی باشه یا به خاطر هم یک چیز خوب بود، هم یک چیز آرام تر بود به خاطر گرفتم دیگه. خدا کنه که برو خوب است که انشالله که دوستایم برنامه رو دیده باشن و لباسای خیلی مقبول شریف جان آورده بود دیگه. گفته بودم که شاید تا بعد از ایده خب دیگه هم آورده بوده، خب من تا به خاطر از اینکه مشتری خیلی زیاد داره نام خدا هم مشتریش خیلی زیاد است دیگه میانم در دکانش که میریم چندین دفعه کت میکنیم به خاطر مشتریاش که میگیم اذیت نشن و راحت سودا بگیرن دیگه. به او خاطر آمدیم گفتیم لباساش خلاص نشه، اصلا گفت یک چند جوره میگیرم. فعلا هم یک جوره گرفت و خاطر گفت دفعه آینده هم شاید یک چند جوری دیگه هم چند دیزاین دیگه نو بیاریم دیگه. لباسا رو خیلی زیاد نشان داد. خدا کنه که به شما خستگان تمام نشده باشم. مطمئن هستم خستگان خود تمام نشده به خاطر که اکثرت دوستای ما مسیج میکنن به ما زیادتر وقت، اکثرت وقت مسیج میکنن میگه دکان آقا شریف نرفتین برین برنامه بگیرین به خاطر از اینکه لباسای نو میاره، لباسای جدید میاره، خوش ما به سفارش بدیم دیگه. یکی چی هستی که اعتبار خوبترین چیز است شریف جان واقعا تنها به ما نه که مثلا ما ثبت میکنیم همیشه بعض دوستایی که در کامنت ها میگن یک انسان خوش برخوردار است میگه آدم کشمیر گپ میزنی مثلا در مود قیمتی که مثلا نموازنیت میباشه زیاد مراعات میکنه که آدم دیگه. واقعا ما از تقریبا چند سال میشه یعنی وقتی که مثلا شناخت داریم هیچ روز تو نشده که خدای نخواسته بین ما مثلا بعض گپا بیا یعنی وقتی میگن دوست نگاه کردن زیاد سخت است، یکی آدم خوب پیدا کردن در شرایط زیاد سخت است دوستا دیگه. انشالله که شما مگه خوش کردین انتخاب کردین پیشتر علی میگه خسته داریم فکر نکنم دختر خانم نه ما از خاطر گفتم به خاطر که یعنی لباسا را خیلی زیاد نشان داد تایم برنامه ما مکمل همینجا پوره شد که یعنی از حساب میگن دوستای ما خسته نشده باشن. خب بازم خسته نشدن مطمئن هستم یعنی فیصدیش بسیار کم است. خب به هر صورت دیگه خدا کنه خوشتون آمده باشه، اسناخ خوشش آمد و گرفت دیگه. باز بخیر اگه تا او وادر لباس های نو آورد انشالله بخیر بازوره به سفارش شما دوستا که شما اگه خواسته بدین و خواستار بدین باز بخیر باز یک چکر میاییم و لباس ها رو به تصویر میکشیم و نه خوش کردین و خودتان میفهمیم و لالا شریف شماره شده است مستقیم امروز به تماس میشین و اونا برتون هر لباس خواسته باشین و بسیار از اینه کمتر ارسال میکنه دیگه. خیر باشه دوستا، وقت برنامه پوره است که زیاد مزاحم نشیم دیگه. افطار خوش برتون میخوایم انشالله که یک رمضان خوب و خوش داشته باشین و طاعت عبادت های همه شما به درگاه قبول باشه. وقت خوش، خدا نگهدار.